سلام، من آواد فرخی هستم، خواهر رؤوف فرخی و خاله وهاب محمدپور. همانطوری که شما عزیزان در جریان هستید، پنجشنبه شب حوالی ساعت 3 نصف شب نیروهای جمهوری اسلامی روی سر خانواده من در پیرانشهر مثل بختک سیاه آوار میشن و وهاب محمدپور خواهرزاده‌ام و رؤوف فرخی برادرم رو با خودشون میبرن. اون شب زمانی که همه اعضای خانواده‌ام در خواب بودن و خونه پدری من طوری هست که پدر مادرم در طبقه اول زندگی میکنن و رؤوف و همسرش در طبقه سوم با 2 فرزندشون زندگی میکنن و وهاب محمدپور هم در طبقه دوم به همراه 2 فرزند خردسالش و همسرش زندگی میکنه. اون شب زمانی که همه خواب بودن، ساعت 3 نصف شب چکمه پوش ها و نیروهای جمهوری اسلامی که صورتشون رو پوشونده بودن، عده زیادیشون، و با اسلحه های سنگین وارد خونه میشن، در و پنجره ها رو میشکنن، تمام وسایل خونه رو میشکنن و به روی هر دو خانواده به رویشون اسلحه میکشن، به خصوص روی همسر وهاب و فرزند 1 ماهش که تازه از بیمارستان مرخص شده بود اسلحه میکشن و با تهدیدات و خشونت فراوان وهاب و رؤوف رو با خودشون میبرن. بعد از اون شب ما پیگیری های خیلی زیادی کردیم. خانوادم در پیرانشهر پیگیری کردن. از اولش که انکار میکردن که اونا رو اصلا گرفتن، بعدش گفتن که به اطلاعات ارومیه فرستاده شدن و بعد از مدتی اعلام کردن که اصلا ما وهاب رو دستگیر نکردیم، فقط رؤوف پیش ما هست. و ما الان در مورد وضعیت وهاب خیلی نگران هستیم و نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده، نمیدونیم که در جریان دستگیری یا پس از دستگیری چه بلایی سرش آوردن. خانواده در شوک و وحشت فراوان به سر میبره. بچه‌ها و تمام خانواده که اون شب اونجا حضور داشتن و اونجا بودن هنوز در شوک هستن و خیلی نگران هستیم، چون نمیدونیم که جمهوری اسلامی چه بلایی سر وهاب آورده. از همینجا اعلام میکنم که مسئول جان رؤوف برادرم، مسئول جان وهاب خواهرزادم کسی به جز جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اون شب با اسلحه رفته سر اون خانواده ها. اونها تو خواب بودن. هر دوشون، رؤوف و وهاب، انسانهای خیلی شریف و خیلی محبوب در سطح شهر هستن. هر دوشون هرگز با هیچ جریان سیاسی نبودن. هر دوشون آدمای خیلی بیگناهی هستن و الان در چنگال جمهوری اسلامی اسیر هستن. و طوری هست که شرایط الان طوری هست که اونا وجود وهاب رو انکار میکنن و من میخوام از اینجا اعلام بکنم که اونها قبلا هم در خیزش های زن، زندگی، آزادی وهاب رو دستگیر کرده بودن و مدت ها وهاب زیر شکنجه بود و اونها در طول اون مدت هم انکار میکردن که وهاب پیش اوناست. و ما الان به شدت نگرانیم. از شمایی که صدای من رو میشنوین و از همه نهادها، سازمانهای حقوق بشری درخواست میکنم که صدای وهاب و رؤوف باشین. وهاب و رؤوف انسانهای بسیار شریفی هستند. هر دوشون خیلی انسانهای انسان دوست و طبیعت دوست هستند. هر دوشون در جریان آتش سوزی جنگل‌های اطراف کردستان با دستای خالی تلاش میکردن که آتش رو مهار بکنن، یه درخت کمتر بسوزه. بارها حیوانات زخمی رو با دستای خودشون درمان کردن. حتی فیلمی که از برادرم هست در مورد درمان و رهاسازی یه عقاب زخمی در طبیعت نشون میده که اونها بسیار روحیه لطیف و مهربونی داشتن و جرم اونها فقط مهربون بودنشونه، فقط انسان بودنشونه. اونها هیچ گناهی نکردن و جمهوری اسلامی الان 2 تاشون رو زیر چنگال خودش داره و نمیدونیم چه اتفاقی برای وهاب افتاده. نمیدونیم جمهوری اسلامی وهاب رو چی کار کرده و ادعا میکنه که وهاب پیش اونها نیست. مگه میشه؟ اونها اون شب حمله کردن به خونه با تجهیزات و سلاح‌های سنگین و زمانی که اونها تو خواب بودن. هر دوشون راننده ماشین‌های سنگینن و بیشتر وقتشون رو توی جادن. اونها اون شب تازه از سر کار اومدن و خوابیدن. نصف شب جنایتکارای جمهوری اسلامی ریختن رو سرشون و این فقط از جمهوری اسلامی برمیاد. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان رؤوف و وهاب هست
و دعوت میکنم از همه کسایی که صدای من رو میشنون صدای وهاب و رؤوف باشن. جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر وهاب و رؤوف رو دستگیر بکنه و امثال اونها رو میتونه جامعه رو سرکوب بکنه، جامعه رو بترسونه، ولی نمیدونه که هممون بلند میشیم و صدای رؤوف و وهاب و باقی بازداشت شدگان میشیم. رؤوف و وهاب هیچ گناهی نکردن و بدون قید و شرط باید آزاد بشن. مسئول جان هر دوشون جمهوری اسلامیه. رؤوف و وهاب باید آزاد بشن.